سلام. به سفر خانوادگی ما خوش اومدید. من مسعود نیکدل و من شیما رئیسی هستم. اینجا استان سیستان بلوچستانی، شهر زاهدان. سلام. اینجا رو ببینید. اسم روبالشتی. طرحها چیه؟ تک‌گل. برای رو تختی بیشتر استفاده میشه. رو تختی، رو پشتی. آره. این باز خیلی خاص‌تره. تقیواره یا پلیوار؟ تقیواره. اینا همه کار دسته؟ خیلی واقعا ارزشمنده. هر کسی می‌خواسته عروس داماد بشه، عروس برای خودش بعد از اینا درست می‌کرده. ولی خیلی سخته. یکی از همین ویژگی‌های زندگی روستایی همینه که شما فرصت اینو دارید برای زیبایی‌های زندگی آینده‌تون وقت بذارید، زندگیتون رو بسازید، اقتصاد خانواده هم یه جورایی کنترل کنید. از کناره ها برای پذیرایی هم استفاده می‌کنم. بلنده رو ببینید کناره است.